روزی حضرت موسی از کنار کوهی عبور می‌کرد. چشمه‌ای در آنجا دید، از آب آن وضو گرفت، به بالای کوه رفت و مشغول نماز شد. در این هنگام دید اسب سواری کنار چشمه آمد و از آب آن نوشید و کیسه‌اش را که پر از درهم بود از روی فراموشی در آنجا گذاشت و رفت. بعد از رفتن اسب سوار چوپانی کنار چشمه آمد تا آبی بنوشد. چشمش به کیسه پول افتاد، آن را برداشت و رفت. بعد از مدتی پیرمردی خسته که بار هیزمی بر سرش گذاشته بود کنار چشمه آمد و مشغول استراحت شد. در این هنگام اسب سوار در جستجوی کیسه پول خود به چشمه بازگشت و چون کیسه‌اش را نیافت به سراغ پیرمرد که خوابیده بود رفت و گفت کیسه مرا تو برداشته ای، چون غیر از تو کسی اینجا نیست. پیرمرد گفت من از کیسه تو خبر ندارم. بحث بین اسب سوار و پیرمرد شدید شد و منجر به درگیری شد. اسب سوار پیرمرد را کشت و از آنجا دور شد. موسی که ظاهر حادثه را عجیب و برخلاف عدالت میدید گفت خداوندا، عدالت در این قضیه به چه صورت هست؟ خداوند به موسی وحی کرد آن پیرمرد هیزم شکن پدر اسب سوار را در گذشته کشته بود، لذا امروز توسط پسر مقتول قصاص شد. پدر اسب سوار به اندازه همان پولی که در کیسه بود به پدر چوپان بدهکار بود و امروز هم چوپان به حق خود رسید. به این ترتیب قصاص و ادای دین انجام شد و من داور عادلی هستم. یادت باشه دیر بشه دروغ نمیشه و خدا حق را میگیرد، چه از تو و چه از نسل‌های بعدی تو.